احادیث قدسی. ثروت، علم و مغرور. خداوند عزوجل در تورات می فرماید به صاحب مال بسیار بگو که به ثروت فراوانش و توانگریش مغرور نشود. اگر مغرور است پس صبح و شام به مخلوقات طعام بدهد. به صاحب دانش بگو که به علم فراوان خود مغرور نشود. اگر مغرور است پس بداند که چه زمان می میرد. و به صاحب بازوی نیرومند بگو که به قدرت خود مغرور نشود. اگر مغرور قدرت خویش است پس مرگ را از خود دور سازد. بهارالانوار جلد 74 صفحه 42.